محترم نمایندگان مردمی شهروند شهر باستانی ایسفاره و دهات وارخ، سفر نوبتی ما به شهر ایسفاره و ملاقات ما و شما در روزهای جشن بزرگ نوروز بین المللی و سالی برای تاجیکستان محبوبمان واقعا تاریخی، یعنی 30 سالگی استقلال دولتی برگزار می گردد. بنابراین کل مردم ایسفاره باستانی، دهات وارخ و هر یک شما را به افتخار جشن نوروز صمیمانه تبریک گفته به شما برای زحمت سازنده و وطن دوستانه و استقبال گرم و صمیمیتان اظهار سپاس می نمایم. همچنین می خواهم خاطر نشان نمایم که دستاورد و پیشروی‌های شما گواهی روشنی حس بلندی ملی و رویه وطنداری مردم سربلند شهر ایسفاره می باشد. ایسفاره با امکانیت‌های بزرگ استحصالی خود یکی از شهرهای اساسی صنعتی تاجیکستان به حساب رفته در تأمین رشد اقتصادی ملی سهمی نظررس دارد. صنعت کارکرد از جمله کارکرد محصولات کشاورزی، معدن، نفت و گاز، استخراج انگشت، متالورگی، الکتروتکنیک و استحصال مسائل بناکاری اساس اقتصادیات شهر را تشکیل می‌دهند. موافق آمار رسمی حالا در شهر 51 کارخانه بخش‌های گوناگون صنعت فعالیت دارد. در یگان شهر و ناحیه جمهوری اینقدر کارخانه‌های صنعتی وجود ندارد. وابسته به این ضرور است که با استفاده از تمام ذخیره و امکانیت‌ها دایر بر رشد باز هم بیشتری صنعت و زیاد کردن محصولات صنعتی و پیش از همه مال و محصولات صادراتی تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده شد. خاطر از آن می‌سازم که در گذشته نه چندان دور محصولات بعضی کارخانه‌های صنعتی ایسفاره به ده‌ها کشور منطقه و جهان صادرات می‌شد و صادرات شده ایستاده است. از این لحاظ رهبران وزارت و اداره‌های مربوطه ولایت و شهر ایسفاره وظیفه دارند که برای برقرار کردن اقتدارهای صادراتی شهر همه امکانیت و ذخیره‌ها را سفر برنمایند. اساساً محصولات کشاورزی آنچه که میوه سبزیجاتی که کار کرده می شود با کشورهای سابق شوروی پیش از همه با فدراسیون روسیه، قزاقستان و دیگر جمهوری‌ها صادرات می شود، لیکن باعث تحسین است که من از سالهای آخر علاقه صاحبکاران با ننگ و ناموس شهر ایسفاره قسم محصولات کار کرده محصولات کشاورزی مخصوصاً میوه خشک را به حتی امریکا، ژاپن، اروپا صادرات کرده ایستادند و سال با سال اقتدار صادراتی آنها زیاد گشته ایستاده است. این بسیار کاری خوب، این بسیار کاری است. اینا ادامه دادن نمانده کار. من امروز در نمایشگاه ملاقات داشتم و صحبتم کردم با صاحبکارا، هدایتم کردم که اینا باید گسترش دادن نمانده کار. این یک میوه نیست، یک صادرات نیست، این معرفی تاجیکستان است، آبروی دولت تاجیکان است. در رابطه با این تاکید می‌سازم که یکی از راه‌های اساسی ثمرناک و پر استفاده نمودن اقتدارهای موجوده تقویت فعالیت صاحبکاری و رشد بخش خصوصی میباشد. این مسئله با در نظر داشت نقش مهم آن در حل مسائل اجتماعی و اقتصادی در مرکز توجه حکومت مملکت قرار داشته در این سمت پیوسته تدبیرهای ضروری اندیشیده می شوند و برای صاحبکاران امتیاز و سبکی‌ها پیشنهاد می گردند. در نتیجه دستگیری های پیوسته حکومت مملکت شماره سوبیکت های صاحبکاری در شهر ایسفاره منتظم افزوده سال 2020 قریب به 18,000 رسیده است که نسبت به سال 2013 4.5 برابر زیاد می باشد. طبق تحلیل ها همه ساله با تشبس صاحبکاران با ننگ و ناموس
در شهر اسفاره دهها انشاءات و بناهای تعیینات گوناگون از جمله کارخانه‌های استحصالی به استفاده داده می‌شوند که به بهتر گردیدن سطح زندگی ساکنان شهر و دهات آن مساعدت می‌کنند. خصوصا سالهای آخر در شهر روند تشکیل کارخانه‌های کارکرد میوه سبزیجات و بندوبستیان مطابق با استانداردهای جهانی و در این زمینه افزایش دادن اقتدار صادراتی کشور گسترش پیدا کرده ایستاده است که شایسته تحسین و دستگیری می باشد. سال 1991 در شهر اسفاره همگی دو کارخانه استحصال کنسروی میوه سبزیجات و یک کارخانه استحصال سپیرت اتیلی موجود بود. در سالهای صاحب استقلالی این رقم افزایش یافته. سال 2020 شماره کارخانه‌های کارکرد میوه سبزیجات و دیگر کارخانه‌های صنعتی به 20 رسانیده شده است. باید گفت که در نتیجه تأمین رشد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری و تدریجاً بلند گردیدن نشاندهنده‌های استحصالی سطح زندگی ساکنان بهتر شده، درآمد بودجه شهر طرف افزایش یافته ایستاده است. مثلا اگر سال 2006 حجم واردات مبلغ به بودجه شهر همگی به 11 میلیون سومانی برابر شده باشد، پس این نشان دهنده در سال 2020 به 110 میلیون سومانی رسیده 10 برابر زیاد شده است. حکومت مملکت با مسئله بهتر نمودن شرایط زندگی ساکنان شهر و دیهات اسفاره و پیشرفت آبادی آن توجه خاصه ظاهر نموده در دوره صاحب استقلالی برای تأمین رشد اجتماعی و اقتصادی آن از حساب بودجه دولت 1 میلیارد و 137 میلیون سومانی روانه کرده است. در رابطه با این در این دوره در شهر اسفاره 24 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری در ساحه‌های گوناگون تطبیق گردیده، در دایره آنها تا امروز 330 میلیون سومانی از خود کرده شده است. در نتیجه تدبیرهای عملی گردیده و غمخواری‌های حکومت مملکت رشد بامرام همه ساحه‌های این گوشه بیشتاسای وطن عزیزمان تأمین شده. حالا سیمای شهر به کلی دیگرگون و شرایط زندگی ساکنان آن خیلی بهتر گردیده است. حتی من جماعت دیهاتی وارو خیلی سال شد آمده بودم، یک چند بار آمدم و امروز دیدن کردم از چند تا کوچه های خودی شهر جماعت دیهات بسیار زیبا با زحمت کشیدنمون در کار. قریب که پرابلم های مسئله های ساحه معرف از بین رفته ایستاده است. خب کارخانه های خرد بنیاد کرده ما در کار که مردم را با کار تامین کنیم. یکی از پرابلم های اساسی همین است. در نتیجه تدبیرهای عملی گردیده و غمخواری های حکومت مملکت رشد بامرام همه ساحه های این گوشه بیشتاسای وطنی عزیزمان تامین شده و در آینده تقاضا دارد که ما باز هم زحمت کشیده شرایط زندگی ساکنان آن را بهتر نماییم. با مقصد تأمین نمودن رشد ساحه‌های کشاورزی که عامل اساسی تأمین کننده یکی از هدف‌های استراتژی مملکت حفظ امنیت غذاخواری و دسترسی به غذای باصفت، منبع تأمین کارخانه‌های کارکرد با اشیاء خام، افزایش دادن حجم محصولات صادراتی و مهمتر از همه زمینه تشکیل جایهای نوی کاری به حساب می رود. سالهای آخر یک سلسله تدبیرهای مشخص اندیشیده شدند. در نتیجه سال 2020 مجموع محصولات کشاورزی در همه شکل‌های خواجگی داری شهر 560 میلیون سومانی را تشکیل کرده، نسبت به سال 2015 بیش از 1.6 برابر زیاد گردیده است. سال 2020 در شهر اسفاره 4 کارخانه صنعتی و تأسیس 100 جای نوی کاری به استفاده سپارده شده است. سال گذشته در شهر 2480 جای نوی کاری تأسیس داده شده است که قریب 6% شماره عمومی جایهای نوی کاری سال 2020 در ولایت سوات تأسیس گردیده را تشکیل می‌دهد.
خاطر نشان می‌سازم که با وجود تمایل‌های مثبت در سمت تأسیس جای‌های نویکاری صورت رشد آن حال هم قانع کننده نیست. از این لحاظ رهبران و مسئولین وظیفه دارند که برای باز هم زیاد نمودن جای‌های نویکاری مخصوصا جای‌های کاری دائمی و با همین راه پس کردن شدت مهاجرت مهنتی چاره‌های علاوه‌ای را راه اندازی نماید. سوبیکت‌های صاحب کاری را ضرور است که امتیازها و سبکی‌های پیشنهاد نموده حکومت مملکت را ثمرناک استفاده برند و در تأسیس جای‌های نویکاری فعالتر باشند. سال گذشته و 3 ماهه اول سال 2021 از جانب کارخانه‌های شهر و صاحبکاران به خارج مملکت بیش از 17,000 تانه میوه خوش، زیاده از 400 تانه کنسرو و 320 تانه سبزوات صادرات شده است. این خیلی کار خوب است. کوشش کردن در کار که سالهای دیگه شهر اصفهان تا 30-40 هزار تانه میوه خوش صادرات بکنه. ولی این نشان دهنده نسبت به امکانیت‌های موجوده حالا کمند. در اساس نقشه چهارمینی‌های تصدیق گردیده تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی در شهر بنیاد 457 انشاءات استحصالی و اجتماعی، خدمت‌رسانی و فرهنگی از جمله 9 کارخانه و کارگاه‌های صنعتی، 12 انشاءات ساحه تندرستی، 47 انشاءات ساحه معارف، 17 انشاءات ورزش، 12 مؤسسه استراحتی و فرهنگی، ساختمان راه و پل‌ها، بناهای استقامتی و معماری و انشاءات دیگر پیش بینی شده است که باعث باز هم آباد و زیبا شدن شهر و دهات و بهتر گردیدن سطح زندگی مردم خواهد گردید. تا 1 مارس سال جاری در شهر از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌زاری 411 انشاءات دارای اهمیت استحصالی و اجتماعی و خدمت‌رسانی ساخته و استفاده داده شده است. حاضرین گرامی، شهر باستانی اصفهان نه تنها یکی از شهرهای اساسی صنعتی و کشاورزی مملکت، بلکه یکی از شهرهای باستانی و یک گوشه زیبا منظر تاجستان عزیز ما بوده، با مردم صاحب معرفت و هنرمند و مهمان دوست، اینچنین طبیعتی زیبا، میوه‌های شهرریز، معماری و خودخواست و یادگاری‌های باستانیش شهرت دارد. اصفهان در تاریخ خلق ما مقام و منزلت و جایگاهی بلند دارد. شهری که تاریخ بیش از 3000 ساله داشته و خلق تاجیک خدمت‌های بزرگ را به اجرا رسانیده است، امروز نیز یعنی در مرحله نوین دولتداری ملی امان باید همان رسالت خویش را به انجام رساند. در کشور ما سالهای 2019 2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلام گردیده حکومت مملکت تمام امکانیت‌ها را برای پیشرفت ساحه سیاحی و جلب سرمایه‌گذاری‌ها در این سمت فراهم آورده ایستاده است. بنابراین مهم است که جهت رشد ساحه، مخصوصاً معرفی امکانیت‌های شهر اصفهان که یکی از گوشه‌های جالب سیاحی کشور به شمار می‌رود، چاره‌های مؤثر اندیشیده شد. در این سمت ضرور است که با تقویت امکانیت‌های موجوده شهر، رشد هنرمندی از جمله هنرهای مردمی از قبیل نقاشی، کنده‌کاری، کلاهگری، دوزندگی و ساحه سیاحی، بخش سیاحی اکولوژی، طبابتی و سالمگردانی، تاریخی و اتنوگرافی و فرهنگی، اینچنین تأسیس انفراستراکچور ساحه و استفاده واسطه‌های مؤثر معرفی موضع‌های تاریخی و سیاحی اعتباری اولین درجه داده شود. نقاشی و کنده‌کاری و استاهای اصفهان که امروز بهترین بناهای تاجیکستان را زیبا آرام می‌دهد، حالا بیرون از کشور نیز هواداران زیاد و شهرت خاصه دارد. اینچنین آسایشگاه زمرد که در طول 10 سالها هزاران و ده ها هزار شهروندان ما
و کشورهای خارجی در آن تبابت و استراحت کردن توجه مردم ما و ممالک دیگر را به خود جلب می‌کند. شهر اسفاره که با جمهوری قرقیزستان هم مرز میباشد در تحکیم مناسبت‌های دوستانه و روابط نیک همجواری بین دو ملت نقش مهم دارد. در رابطه با این باید گفت که یکی از مسائل اساسی برای مردم شهر اسفاره از جمله دهات واروخ مسئله دلیمیتاسیا و دیمارکاسیای سرحدی دولتی بین تاجیکستان و قرقیزستان می باشد. با معلومات مردم تاجیکستان و مخصوصاً ساکنان شهر اسفاره و دهات واروخ می رسانم که حکومت تاجیکستان هنوز از سال 2002 گفت و شنیدها را با جانب قرقیزستان آغاز کرده. تا امروز بیش از 100 ملاقات در بین هیئت‌های کمیسیای بین حکومتی آید به دلیمیتاسیا و دیمارکاسیای سرحدی دولتی صورت گرفته است. علاوه بر این ماه اکتبر سال 2019 در مذاکرات سطح عالی ما با پرزیدنت آن وقته جمهوری قرقیزستان به موافقه رسیده بودیم که فعالیت کمیسیای بین حکومتی آید به دلیمیتاسیا و دیمارکاسیای سرحدی دولتی در سطح معاونان سروزیرها تقویت بخشیده شد. در نتیجه 19 سال فعالیت کمیسیا 519 کیلومتر سرحد معین و موافقه کرده شده لایحه عهدنامه درباره سرحد دولتی برای امضا آماده شده بود. طبق موافقه با جانب قرقیزستان عهدنامه مذکور باید ماه می سال 2016 از طرف سران کشورها با امضا می رسید. با پیشنهاد جانب قرقیزستان ما این سند را در حکومت تاجیکستان بررسی نمودیم و رسمیات داخلی دولتی آن را به انجام رسانیدیم. اما با سبب‌های از جانب تاجیکستان وابسته نبوده امضای این عهدنامه دایر به قطعه موافقه شده سرحد تا هنوز صورت نگرفته است. حکومت جمهوری تاجیکستان با هر چیز زودتر انجام دادن رسمیات معین کردن خط سرحد دولتی بین تاجیکستان و قرقیزستان منفعت دار می باشد و در صورت به امضا رسیدن سند ذکر شده از نیز زیاد خط سرحد دولتی دلیمیتاسیا می گردد. یک نقطه مهم دیگر را نیز تاکید می سازم که در تمام مدت گفت و شنیدها یعنی طی 19 سال مسئله عوض کردن واروخ با یگان حدود دیگر وجود نداشت و وجود داشته هم نمیتواند. اینا برای آن گفته ایستادم که در رسانه‌ها هر گونه خبرهای برآمده است. این کارا را این مسئله فقط با واسطه و حل نمیشه. اون چیزی که کمیسیون بین حکومتی هر دو جانب کار کرده است پای 19 سال خیلی زحمت کشیدن. خیلی تجربه مناسبت‌های بین المللی نشان می‌دهد که رابطه با همسایه کشورها باید با در نظر داشتی احترام کامل یکدیگر، تحملگرایی و ارزش‌گذاری با منفعت‌های ملی جانب‌ها برآورده شود. وابسته به این باید گفت که مسئله‌های بحث مرزی و حدودی، موافقه نمودن خط سرحد دولتی و علامت گذاری آن روندی مرکب بوده، حل آنها مهلت و زحمت زیاد را تقاضا می‌نماید. شما خب در یاد دارید که حل و فصل سرحد ما با جمهوری چین چقدر دوام کرد. بعد اتحادیه شوروی ما قریب 10-20 سال دیگر
500 کیلومتر سرحد را با جمهوری مردمی چین همسایه بزرگ خود حل و فصل نمودیم. طبیعی است که چنین بحث‌ها باید با در نظر داشتی منفعت‌های دو جانبه و در زمینه اساس‌های حقوقی تصدیق شده طرف‌ها حل و فصل شوند. تاجیکستان با مقصد حل مسائل موجوده قطعاً جانبداری گفت و شنید و دریافت راه‌های حل متقابلاً سودمند با در نظر داشتی منفعت‌های ملی هر دو طرف می باشد. با استفاده از فرصت بار دیگر به مردم شهر اسفاره و دهات واروخ چارکوه مراجعت کرده آنها را دعوت می نمایم که با همسایه ها در فضای دوستانه و همسایگی نیک زندگی کنند، با صبر و تحمل باشند، با احساسات داده نشوند، زیرا چنین مسئله ها نه با احساسات بلکه تنها با راه گفت و شنید حل و فصل می گردند. در حل این گونه مسئله راه دیگر وجود ندارد. ما ملت تاجیک از سر گذرانیدیم سالهای 90. ما میدانیم بدبختی چگونه وضعیت را مرکب می سازد. همدیاران گرامی، حکومت مملکت از مشکلات ساکنان شهر اسفاره و مخصوصا دهات واروخ و چارکوه آگاهی کامل دارد. از جمله در ساحه معارف، نارسایی مؤسسه‌های تعلیمی، نرسیدن تکنولوژی‌های معاصر اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی، نارسایی آموزگاران و مسائل دیگر وجود دارند که دایر به حل آنها به ساختار و مقامات دخلدار علاقه سپارش‌ها داده شده‌اند. علاوه بر این هنوز هم ناکفایه بودن شماره کارخانه‌های 3 ساله، نارسایی جایهای کاری مخصوصاً برای زنان و دختران، کم بودن مرکزهای کوتاه مدت آموزش کسب و اختصاص برای جوانان و مؤسسه‌های تا مکتبی از جمله مشکلات ساکنان شهر و دهات آن می باشد. دایر بر رفع مشکلات ذکر شده نیز برابران و مسئولان وزارت معارف و علم، مهنت و شغل اهالی، صنعت و تکنولوژی نو و دیگر ساختار و مقامات مربوطه دستور و سپارش‌های داخلدار داده شدند. ولی در برابر این محلی صاحبکاران و تاجران باننگ ناموس و شخصان سخاوت پیشه نیز وظیفه دارند که در سمت برطرف ساختن کمبودی‌های موجوده در شهر اسفاره خصوصا در دهات واروخ و چارکوه سهمی باز هم بیشتر گذارند. من در شهرک شورا بودم، جا را برقرار کرده ایستادیم، آبم بردیم. آبی که حال به شهر آورده شد از مسافه 16 کیلومتر برای 25,000 اهالی بسنده است. اکنون شهرک را آباد کردن در کار قرار حکومت جمهوری تاجیکستان هست برای بنیاد کردن خانه‌های شخصی با زمین‌های نزد حولگی 70 هکتار جدا کرده شده است. هرچی زودتر کمیسیون ولایتی در یک جایگی با کمیسیون شهری اسفاره زمین‌ها را با احتیاجمندان به یگان قانونشکنی تقسیمات کرده دادن در کار که مردم مسجدهای استقامتی سازند. مکتب‌ها را به کردن در کار، قصر فرهنگش برقرار کنید، راه‌هاش پورا به انجام رساندن در کار، راهی سطح بلند بین شهر اسفاره و شهرک شورا باید باشد، برقرار کردن فعالیت پررای کانی انگشت با تکنیک و دیگر سالهای پیشین در اینجا تا 3,500 کارگران کار میکردن، حاضر قریب 500. های کوشش کردن در کار، امکانیت ها هست برای مدامان در کار. دوستان گرامی، در همه گونه آبادکاری و سازندگی و تشبس های نیکی که در شهر اسفاره دیده می شوند، پیش از همه نقش بسیار ارزشمند جوانان وطن دوست و باننگ ناموس شهر اسفاره واضح دیده می شود.
ما امروز دلپرانه ایثار می‌نماییم که جوانان شهر اسفره هم در سمت سازندگی و هم در حمایه صلح و ثبات وحدت ملی تامین نمودن امنیت دولت و جامعه و ولایت قانون در صف جوانان فعال مملکتمان قرار دارند. یک کمپلکس بسیار هم زیبا هم زمانوی ورزشی برای نورسان و جوانان، حتی برای بانوان، برای جوان دختران ساخته از حساب صاحبکار وطنی که در فدراسیون رسه کار و فعالیت میکنند. من حضور دارد همراهی پدرشان ساخته در بسیار شهر ناحیه‌های بزرگی مملکت چنین کامپلکس ها وجود ندارد. بسیار برای مخصوصا همین شب و روز برای نورسان و جوانان برای تربیت برای مشق و وی کردن بسیار هم برای کودکان همه طرفه. یک جان تشکر به شما، با پدر و مادر شما رحمت حسن یا صاحبکاران دهات وارخ سال گذشته زیاده هست 7 کیلومتر راههای داخلی دیها را اسفالت پوش کردن. یک جان تشکر میگیم. بله بیشتر رشد سیاح کجا میرود؟ کجای راه خوب است، راه دارد، جایی که تازه و آزاده است، جایی که طعامای خوب دارد، جای خوابی نزد دارد. همینطور نیست؟ طبیعت زیبا دارد. سطح زیرکی سیاسی و آگاهی آنها در سطح عملی سازی اقدامهای دولت آید به مبارزه با افراطگرایی سال به سال بالا می رود. در رابطه با این تکرارا تاکید می سازم که با در نظر داشت وضع ناآرام و پرتضاد جهان معاصر هر یک ما و شما باید مسئله زیرکی و هوشیاری و احترام و حفظ نمودن منفعت‌های ملت و دولت را هیچگاه از مد نظر دور نکنیم. با مقصد ایمن نگاه داشتن نسل نورس از تأثیر همه گونه غایه‌های بیگانه و گروه‌های افراطگرا، همبستگی عائله، مکتب، ساختارهای دولتی و اهل جامعه از جمله شخصان آبرومند و روزگار دیده و فعالان ضرور می باشد. همزمان با این مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر ساختارهای مربوطه دولتی، اهل زیا و فعالان شهر را ضرور است که در بین جامعه خصوصا میان جوانان و نورسان کارهای فهماندهی را جهت درک درستی هدف و نیت‌های نیروهای افراطگرا و خرافات پرست به طور جدی تقویت بخشند و تشبس‌های وطن دوستانه آنها را همه طرفه دستگیری نمایند. باعث قناعتمندی است که سالهای آخر شهر اسفره و مخصوصا دهات وارخ و چارکو یکی از اولین ها شده نقشه دعوت نوسکران را به صف قوای مسلح کشور اجرا می نمایند که این نیز از سطح بلند وطن دوستی جوانان شهر و دهات آن گواهی می دهد. نقشه دعوتی بهاری سال جاری نیست در قطار اولین ها در دهات وارخ و چارکو در یک مدت کوتاه یعنی روز 1 اپریل اجرا گردید. در یک روز. احسن، آفرین، رحمت. پیش از همه با پدر و مادران رحمت کلام و خود جوانان. حکومت مملکت به مسئله تربیه کادرها برای ساحه‌های گوناگون از بین جوانان منطقه‌های دوردست کوهستان از جمله وارخ و چارکو اعتبار اولین درجه می‌دهد. از سال 1997 سر کرده تا سال خانش 2020-2021 350 نفر ختم کردگان مکتب‌های شهر اسفره با کوتای پرزیدنتی با مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور قبول کرده شدند که 220 نفر آنها دختران میباشند. از شماره عمومی ذکر شده 80 نفر را جوانان دهات وارخ و چارکو تشکیل میدهند. علاوه بر این ما هنگام سفر خود به شهر اسفره 26 ایول سال 2019 برای جوانان دهات وارخ 25 جای، چارکو 18 و سرخ 7 جای علاوه جدا کردیم. امروز در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی مملکت بیش از 50 نفر فرزندان ساکنان دهات وارخ و چارکو
تحصیل کرده ایستادند. علاوه بر این با سپارش ما تا امروز از حساب ختم کنندگان مکتب‌های شهر اسفره و دهات آن 204 نفر برای تحصیل در مؤسسه‌های تحصیلات عالی نظامی کشور فرا گرفته شدند که 134 نفر آنها تحصیل را ختم کرده، 70 نفر دیگر تحصیل خود را ادامه داده ایستادند. از شماره عمومی ذکر شده 71 نفر از دهات واروق و 32 نفر از دهات چارکون می باشند. کارخانه و کارگاهی که ما شدیم به حساب من تخمینا 500 نفر صاحب جای کاری دائمی شدند. 500 عائله صاحب زندگی. این کم نیست. همدیاران عزیز، اسفره تاریخ نهایت باستانی داشته. ساکنان آن از زمانهای خیلی قدیم به زمینداری و کشاورزی مشغول بودند. از سرچشمه‌های تاریخی برمی‌آید که این شهر و اطراف آن مخصوصاً در زمان سامانیان رشد و توسعه یافته به یک باغستان شباهت داشته است. موافق معلومات بابورنامه بابور، اسفره از جمله واروق دارای آب‌های روان و باغچه‌های باصفا بوده است. درختان باثمرش بسیار و بیشتری باغ‌هایش بادامزار می باشند. مردمش تمام سرد و کوهی یعنی تاجیک و کوهستانی بوده. فارسی گویند. اسفره از 4 قسم، یکی اسفره، دیگری واروق، سوم شخ و چهارم هوشیار عبارت است. این سخنانی که پیش زشتنوال ما و شما بکردند. از روی این معلومات و سرچشمه‌های دیگر روشن می شود که اسفره مکانی تاریخی تاجیکان بوده. این مسئله از طرف عالمان معروف تاریخ شناس و باستانشناس نامدار نیز تصدیق گردیده است. یادگاری‌های تاریخی که در حدود شهر و دهات آن جایگیر می باشند دلیل آنند که ساکنان این مکان هزارها سال پیش بومی بودند. عنعنه و رسم و آیین‌هایی که مردم اسفره و دهات آن تا به امروز حفظ کردند بار دیگر باستانی بودن این موضوع را تصدیق می‌کنند. از این رو عالمان و محققان کشور را ضرور است که در این قسمت مملکت کارهای علمی و تحقیقاتی را وسعت بخشند و دایر به تاریخ و فرهنگ قدیمه ساکنان این دیار کارهای نوی علمی را به انجام رسانند. اسفره با چنین تاریخ کهن محض در زمان صاحب استقلالی رشد و ترقی کرد و به یک شهر پیشرفته تاجیکستان تبدیل یافت. در دوران صاحب استقلالی یعنی از سال 1991 تا ابتدای سال 2021 اهالی شهر اسفره از 118,000 نفر به 280,000 نفر رسیده قریب 2.5 برابر زیاد شده است و اهالی دهات واروق از 20,000 نفر به زیاده از 43,000 رسیده بیش از 2 برابر افزوده است. امروز محصولات کارخانه‌های صنعتی این شهر نه تنها در داخل مملکت بلکه در بازارهای جهانی و کشورهای همسایه نیز خریداران زیاد دارند. محض صاحبکاران با ننگ و ناموس اسفرگی محصولات میوگی تاجیکستان را به خارج کشور صادرات نموده. بسیار کشورهای دنیا از جمله ممالک گوناگون آسیا، اروپا و امریکا را با خوشمیوه و زردآلوی شدبار اسفره آشنا می سازند. باور دارم که مردم زحمتقرین و صاحبکاران وطن دوست شهر اسفره منبع نیست تأسیس کارخانه‌های صنعتی را با واردات تکنولوژی‌های معاصر وسعت بخشیده در افزایش حجم استحصال محصولات، صادرات آن و مهیا کردن جاهای نو کاری سهمی بیشتر بگذارند. همچنین وزارت‌های صنعت و تکنولوژی‌های نو، کشاورزی و دیگر ساختار و مقامات داخلدار را وظیفه‌دار می‌سازم که با مقصدی در تمام کشور پهن کردن تجربه کارخانه‌های صنعتی و کشاورزان شهر اسفره در اینجا سمینار آموزشی گذرانند. بگذار دیگر شهر نایار را بران یاد گیرند، صنعت شناخت ببینند
چگونه وای میشود؟ بعد رهبر دولت انتخاب شدنم یکی از چهاربینی های جمهوریوی در ساحه کشاورزی را در شهر اصفهان گذراندم. در شهر اصفهان زمین کم است. 43,000 اهالی قریب که دههای چارکو و واروخ هر کدامش 400 گکتاری زمین آبی دارند. چی میشود؟ 43,000 در چی میشود؟ 1000 گکتار همگی زمینی کشت. 43,000 اهالی. راه دیگرش هم است. ما جستجو کردن مانده کار. ما وقتی که سمینار گذراندیم در یک موضع سنگیستان، ریگستان، همی سنگ بود. 1000 گکتار باغ زردالو باغ بنیاد شد. باوری کس نمی‌بیند. حاضر می‌بینم زمین‌های شما سنگیستان در کوه حتی منظره زیبایی همین طبیعت با همین یالای شما شوننده باغ‌های بنیاد کردگی شما بسیار زیبا می‌کند. عجایب. در زمان صاحب اختیاری قسم زیادی کوچه‌های شهر و دیهات آن تعمیر و تجدید شده، یک چند پل‌های نو بنیاد و قسم دیگری آنها تعمیر و تجدید گردیدند. در سفر قبلی ما بیش از 12 انشاءات خرد و کلان را به استفاده دادیم که قسم زیادی آنها از جانب صاحبکاران محلی بنیاد یافتند. در این سفر نیز محصول زحمت صاحبکاران نظررس بوده با سعی و کوشش آنها دهها انشاءات و کارخانه‌های زمانوی مورد استفاده قرار گرفت. در برابر این در هر یک دهات شهر کارهای آبادانی و سازندگی ادامه یافته، حسن و نمود دهه‌ها با کلی تغییر یافته است. قابل ذکر است که کشاورزان اصفهان باغ پروری، چارواداری و زراعتکاری نیز ترقی داده، خصوصا در غله‌کاری و کارتاشکا پروری با پیشروی‌های نظررس نائل شده ایستادند. تا 80 سنت حاصل غله‌دانه میگیرند. خواجگی تخمی پروری 80 سنت میگیره. کارتاشکا پروری هم است. از بس که زمین کم است، لیکن حاصلات را باز هم بلند برداشتن ممکن. از حسابی تخمی های باصفت محض با در نظر داشت مدلیت بلند زمینداری کشاورزان شهر اصفهان ماه ایون سال 1993 در جریان اولین سفر کاری خود در شهر سمینار جمهوریوی کشاورزان مملکت را برگزار کرده بودیم. بعد همان سفر در موضع ماهپری بیش از 1000 گکتار زمین از خود گردیده در آن پرورش باغ‌های میوه‌دهنده و دیگر زراعت‌های کشاورزی برآ مانده شد. قابل تحسین است که دهقانان صاحب تجربه این دیار در زمین‌های سنگلاخ باغ‌های زردالو بنیاد کرده، اینچنین از 1 گکتار زمین تا 80 سنتر غله می‌رانند. در برابر این تاکید می‌نمایم که حالا هم در ساحه کشاورزی شهر امکانیت‌ها با پورگی استفاده نشده ایستادند. در آینده برای رشد ساحه باغ پروری از جمله باغ‌های اینتنسیوی، ماهی پروری مخصوصاً گلماهی، رشد صنعت خوراکواری و استحصالات صنعتی از جمله کارکرد معدن امکانیت‌های زیاد موجودند. من باغ اینتنسیوی گفتم چی معنا را دارد؟ از بس که کم زمین است این شهر اصفهان، از حساب باغ‌های اینتنسیوی حاصلناکی را بلند کردن ممکن است. ما تجربه کشورهای اروپایی و دیگر کشورها را آموختم، خودم شخصا ولی حالا ما آوردم بعضا میتقاعد الله سنجیده ایستادیم، حاصل خوب داده ایستاده است. تا 80 تن از 1 گکتار بگیرن حاصل سیب ناک. 80 تن از 1 گکتار. ما در همین شرایطی که حالا تکنولوژی ما میکنیم از 1 گکتار از کجا قریب از 10 گکتار ما 80 تن میگیریم. بعضا از 100 گکتار. مسافت در 1 گکتار در باغ‌های اینتنسیوی تا 4,5-5 هزار نهال میشوانند. 1 به 2. باغ‌های ما بینش 8 متر است. 6 متر است. 4 5 به 6 4 به 6 4 به 8 همین خیلی. باغ‌های اینتنسیوی به نهایت است. خیلی تجربه کرده دیدن دکار بعضا نمودهای میوه که با صادرات
нархашон аз зардолу баланд аст аллакай дар бозорҳои ҷаҳонӣ шоҳикоро медонанд олиусиён дар шароити тоҷикистон махсусан бо исфарабо хубиш миллати суд асосан нархаш аз зардолу баланд баъд ҳосилаш қариб 8 сол як хел ҳосил медиҳад санҷида олимо мутахассисо хоҷагиҳои деҳқонӣ дида баромада мудакор ки ҳарчи беҳтар деҳқонҳои мо бештар даромад гиранд ҳадаф ҳамин аст бори дигар хотирнишон менамоям ки шаҳри исфара ва деҳоти он яке аз беҳтарин мавзеъҳои сайёҳӣ мебошад ва имконияти зиёде аст ки дар ин ҷо сайёҳии дохилӣ ва хориҷӣ ба маротиб рушд дода шавад ба ҳамин хотир бо дастури мо як қисми иншооти осоишгоҳи зумрат аз навсозӣ гардида ба истифода спорида шуд ва ҳоло сохтмони иншооти иловагӣ дар ин осоишгоҳ идома дорад баробари ба анҷом расидани корҳои сохтмонӣ 1000 ҷойи нав муҳайё гардида дар як вақт беш аз 1500 нафар табоват гирифта метавонанд ва ин осоишгоҳ дар миқёси тоҷикистон ба яке аз мавзеъҳои асосии табовату истироҳат ва сайёҳати шаҳрвандони кишвар инчунин меҳмонону сайёҳони хориҷӣ табдил меёбад ва садҳо ҷойи нави корӣ муҳайё мегардад ҳисоб карда баромада беш аз 700та ҷойи кори доимӣ мешавад 700 аз ҳамин қариб 400 ҷойи корӣ фақат барои табибон хеле шумора зиёд мешавад сайёҳо ки омаданд мардум аз дигар шаҳру навоӣ омад чӣ дар кор вақте 2 ҳафта истод 3 ҳафта истироҳат кард хонаш гашта меравад хеле ягон чӣ бурданаш дар кор нишона аз шаҳри исфара барои ҳунармандо косибо дигаро бисёр ҷойи корӣ зиёд мешавад дар баробари соҳибкорони маҳаллиро зарур аст ки дар бунёди инфраструктураи сайёҳӣ аз ҷумла меҳмонхонаҳо ва дигар иншооти хизматрасонӣ фаъолона саҳм гузоранд яке аз мушкилоти шаҳру деҳоти исфара таъмин намудани аҳолӣ бо оби босифати нӯшокӣ ва полизӣ мебошад ҳукумати мамлакат барои ҳалли ин масъала тадбирҳои иловагӣ андешида истодааст махсусан дар вилояти суғ қариб ки мо дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти суғ лоиҳаҳои сармоягузории давлатиро доир ба таъмин намудан бо оби босифати ошомиданӣ роҳандозӣ намуда истодем мо субҳи имрӯз хати оби нӯшокии шаҳраки шӯробро ки барои бунёди он аз бюҷети давлатӣ 12 миллион сомонӣ сарф гардида беш аз 15 000 аҳолӣ ба оби босифати ошомиданӣ таъмин мешаванд ба истифода споридем инчунин хати оби нӯшокӣ барои таъмин намудани 9000 нафар сокинони маҳаллаҳои тоҷикон ва сангтӯдаи деҳоти ворух низ ифтитоҳ гардид илова бар ин маркази хидматрасонӣ бо майдончаҳои кушода ва болопӯшидаи варзиш ҳавзи шиноварӣ ва маркази фароғат боғи интенсивӣ ассотсиатсияи хоҷагиҳои деҳқонии ворух майдони парчами давлатӣ мактаби навбунёд дар деҳаи сангтӯда барои 1000 нафар хонанда биноҳои маъмурии шӯъбаҳои кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва вазорати корҳои дохилӣ ба истифода дода шудаанд дар маркази деҳоти ворух боз якчанд иншооти дигар аз ҷумла қасри навбунёди фарҳанг бо хонаи ақди никоҳ китобхона инчунин маркази муосири хизматрасонӣ бо корхонаи истеҳсоли либоси мактабӣ ҳунарҳои дастӣ ва коргоҳи қанодӣ ба фаъолият оғоз карданд дар қасри фарҳанг будем бисёр зебо барои 500 нафар он чизе ки барои мардум лозим аст махсусан барои наврасону ҷавонон бояд гуфт ки барои ободиҳои зикршудаи имрӯз беш аз 50 миллион сомонӣ сарф гардида барои садҳо нафар сокинони маҳаллӣ ҷойи корӣ муҳайё карда шудааст ҳозирини арҷуманд мо бо иродаи мардуми исфара ва нангу номуси сокинони деҳоти он ифтихор менамоем ин мардуми сарбаланд ва заҳматкаш аз қадим бо меҳмоннавозӣ ва ҳиматбаландии худ шӯҳрат пайдо карданд махсусан дар замони соҳибистиқлолӣ сокинони сарбаланди исфара сиёсати роҳбари давлат ва ҳукумати мамлакатро дастгирӣ намуда барои ободии ҳар як гӯшаи шаҳр ва деҳаҳои он заҳмати зиёд кашида истоданд алахусус ҷавонони бо нангу номуси исфара дар бунёдкорӣ ва боз ҳам обод гардидани шаҳр саҳми арзишманд мегузоранд соҳибкорони исфара
اصلا گفتن در کار میوای شهردار ما را هم کارکرد میکنن هم صادرات کرده ایستادن. در بازارهای فدراسیای روسیه از کالینینگراد تا ولادیواستوک میوای خشک تاجیکستان در مغازه و بازارها رفته. خودی باز فروشنده صاحبکاران ایسفرگی تامین کرده ایستادن. با دیگر جمهوری اصلا من بینیوم حتی با دیگر شهر نویا حالا هدایت کردم، بدخشان دعوت کردم، رفته کارات تشکیل کردن. میوه بسیار توت قاق، چهارمغز، سیب شهردار در ولایت مختار کوهستان بدخشان 49 تن توت قاق از یک ناحیه ونج بهترین توت. حالا دیدم در اینجا خیلی با درآمدش بسیار زیاد محنت زحمت کشیده است، زیاد باشد زیاد شود. نه داد و گریف رفت آمد کردن جای باید نیست. همین است. کسی هنرمند است میکنه. اکثریت مردم شهری ایسفره هنرمند هستند. نان شانه یافته میخورند. با استفاده از اشتراک نمایندگان مردم ایسفره یک مسئله مهم را که در منطقه‌های گوناگون کشور چندین مراتب ایثار داشتم بار دیگر تاکید نمایم. طبق خلاصه سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی این سازمان ملل معاون منشی سازمان ملل متحد دایر به آذوقه‌واری و متخصصان و کارشناسان سطح جهانی سال 2021 در تاریخ 100 ساله حیاتی بشریت با سبب تغییریابی اقلیم و عاقبت‌های ناگواری آن، خشکسالی، کم‌آبی، پیامدهای منفی پنجشوی بیماری‌های سیراتی از جمله کرونا ویروس، اینچنین اوج گرفتن بیکاری یکی از سالهای وزنی‌ترین و نهایت دشوار می‌گردد. موافق اظهارات سازمان‌های بین‌المللی علیه اهالی 20 کشور سیاره از بالاروی نرخ‌ها و کمچینی مواد غذایی و گرسنگی و فقر و قشاقی گرفتار شد. 20 دولت دنیا دا حاضر این همیشه بروز. در چنین شرایط ما باید از تمام امکانیات‌ها از جمله از زمین‌های نزد حولگی و پرزیدنتی ثمراناک استفاده برده هرچی بیشتر محصولات استحصال کنیم، در هر یک عائله ذخیره آذوقه‌واری را تامین نماییم و نگذاریم که خلقمان از لحاظ تامینات با مواد غذایی تنقیصی و محتاجی کشد. برای همین هم حالا سری سال است. نو اکن زراعت‌ها را کش کرده ایستادیم. سبزوات، کارتوشکا دیگر زمین ثمراناک استفاده بریم. 3-4 حاصل گیرتون برای خودتان کنید، برای هر یک عائله، پیش از همه هر یک عائله برای خودش، برای فرزندانش. صدخانه ها گوییم که انجام خانه میگیم، دیگر میگیم هر یک عائله دا باید باشه. نکم از ذخیره 2 ساله ذخیره مواد غذایی داشته باشه. در دنیا پیدا نشد از عالمی که گوید کووید کی به آخر میرسد. برعکس شده ایستاده است. برای همین هم در دنیا برای که بیکاری است، بسیار کشورها در سردی است، بعضا دولت ها منطقه در کمابی است، خشکی است، مردم کار نمی کنند، کمچینی مواد غذایی می شود، یعنی نرخ بالا می رود در بازار جهانی. علاقه رفت انا برای که همین محتاج نشویم، هر کدام چی آب داریم، زمین داریم، اینجا نیست نایه باباجان غفروف، نایه زفرآباد، نایه دیگر جا در رفته گیرین کش کنین، برای خودتان، برای اهل عائلتان مواد غذایی کشین، زیادتش فروشین، زحمت میکشیم، کار میکنیم، استحصال میکنیم، خودمان را تامین میکنیم، با مثل سال گذشته با صادرات هم میکنیم. همین میوه و سبزوات صادرات همین مواد غذایی است. در هیچ حالت رو افتاده شدن در کار نیست. در هیچ حالت کووید در ما سبک گذشت، سال گذشته سبک گذشت، تلفات کمترین در دنیا در ما از با ینور نیست، تماما در یگان جا بقای گرفته نشده است. ما احتیاط کرده نمانده کن. قشنهای سرحدی، گمرک ها، وزارت تندرستی، کارمندان شاهد تندرستی،
خب حکومت ها گذرگاه ها را آدمانی که از خارج میان حتما سنجیدنده کار فکری خودمون نکنیم فکری فرزند را کنیم با در نظر داشت وضع ذکر شده تمام مردم کشور و هر یک عائله باید طلبات قانون ملی درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم را قطعیاً رعایت نمایند و هنگام برگزاری معرکه و تویا و ظاهرپرستی و اجاده روی و اسرافکاری مخصوصاً اسراف مواد غذایی راه ندهند. ما در روزهای نزدیک معرکه های خرسندی را گذراندن تا 100 نفر اجازه دادیم. زیاده روی کردن در کار نیست. در آخر به هر یک ساکن شهر و دیهات اسفره از جمله ساکنان سربلند دیهات واروخ برای زحمتی سازنده و استقبال صمیمی ایثار سپاس کرده با اعتماد کامل ابراز می نمایم که تا جشن بزرگ 30 سالگی استقلال دولت تاجیکستان عزیزمان مردمی با ننگ و ناموسی این شهر باستانی نه تنها کارهای به عهده خود گرفتهشان را سری وقت و با صفت بلند اجرا می نمایند بلکه از نقشه زیادتر کارهای آبادانی و سازندگی را به انجام رسانیده شهر اسفره و دیهات آن را به یکی از گوشه‌های پیشرفته کشور و مکان زیبای سیر و سیاحت تبدیل می‌دهند. در این عمل خیر به همه ساکنان وطن دوست و زحمت قرینی اسفره باستانی برای کار و موفقیت آرزو می‌نمایم. همچنین تاکید می‌سازم که ما باید حس بلندی ملی داشته باشیم. وطن مقدسمان تاجیکستان صاحب استقلال را صدقاً صمیمانه و برابر جان خود دوست داریم آن را آباد کنیم و شکرانه کنیم که صاحب دولت آزاد وطن آباد و سرزمین اجدادی بیشتاسا هستیم. همیشه سلامت و سربلند باشید همیاران عزیز.